سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه لغمان تاجیکی تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 400 گرم آرد، 200 میلی لیتر آب شیرگرم، یک دانه تخم و یک قاشقچه نمک لازم است. در اول من یک دانه تخم، آب، نمک را خوب آمیخته میکنیم. آرد را همراه کرده خمیر میکنیم، خمیری سخت میکنیم. خمیری ما هم تیار شد. 5-10 دقیقه نگاه میداریم. ما اکنون خمیره میکشاییم. من کشادم کلام نیه، من کو روغه میمالیم. میبریم قفس. بریدم اکو بیگان طبق روغه مالیده. دستمان روغن کرده، من همین کلوله کرده، من همین تریلکه با من میچینیم. خیلی کلوله کرده. من کلوله کرده می روغن کرده، من همین دایره شکل کرده می تریلکه با میچینیم. همیشه من این گونه روغن قطعی ما کومین یکتا گرفته دستامای روغن کرده من میگذرانم. من خیلی تاپتی دوتا و دلیل کلانتان که خودش کلوله میشه. من شروع میگذرد. خمیرش تخمش کنده نمیشه. من آیسته من خیلی کنه اگر نیه باشد من خیلی کرده کلوله کرده من کشوید. لیکن دست که بسیار آسان. نکو با یک باری دیگه این طرف با چقدر که باریکتر خواهید چند بار گذرانده میگیرید در دستتان. من اینمی قبطیاش با روغن کنید که نمی چسبد. من خیلی گذرانده میگیریم در دستمون. چقدر میشه خیلی من تاپ دید که من بخکره من تاپ دید خودش من کلوله میشه. من تماما کنده نمیشه. من لغمانه از دست گذراندم. اکنون من دستمو پیچانده آبنده میپزیم. من دستمو به یک تا از این طرف من یک بار این دستتان، یک بار من اون تو دستتان، یک تا من پیچاندیم دسته. من یک دو مرتبه به ستاو میزنیم با درستر میشه. من آبی ما جوشیده است. من یک قاشق نمک همراه کردم. من کو لغمانه میاندازیم و کتی من میجنبانیم. همش جدا میشه. همش جدا شد. اکنون 10-15 دقیقه اینه میجوشانیم. منم پخت. اکنون من آبی خنک میگیریم لغمانه. من چگونه میبینید لغمانی ما هم تیار شد. من لغمان به نهایت با لذت طرز قیله کردنش خودتون میدانید چقدر تیار میشه. من به نهایت با لذت شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتی کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.